به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با معرفی کتاب‌هایی در حوزه سئو شروع می‌کنم. سئو چیست؟ Search Engine Optimization که میتوان آن را به بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجو ترجمه کرد. لطفاً با من همراه باشید تا این معرفی زیبا رو بشنویم که بسیار در دنیای امروز کاربردی هستش. در دنیای دیجیتال امروز قرار گرفتن در صدر نتایج جستجو برای کسب و کارها بسیار مهم و ضروری است. سئو یا بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو هنری است که به وبسایت‌ها کمک می‌کند تا میان شلوغی دنیای دیجیتال دیده شوند. اگر می‌خواهید درک عمیق‌تری از اصول سئو، الگوریتم‌های موتورهای جستجو و چگونگی موفقیت در این حوزه را پیدا کنید، مطالعه کتاب‌های تخصصی گزینه‌ای مناسب است و می‌تواند برای افرادی که تازه با این مفهوم آشنا شدند بهترین نقطه شروع باشد. در این یادداشت به معرفی بهترین کتاب‌های سئو پرداخته‌ایم که دانش شما را از سطح مقدماتی تا پیشرفت ارتقا می‌بخشد. اولین کتابی که به شما معرفی می‌کنم کتاب سئو، بهینه‌سازی موتور جستجو و بازاریابی آن در یک هفته. نویسنده نیک اسمیت هستش و مترجم سپهر رحیمیان. انتشارات چاپ و نشر بازرگانی این کتاب رو چاپ کرده. نیک اسمیت در این کتاب بهینه‌سازی موتور جستجو و بازاریابی آن را در 7 مرحله ساده خلاصه کرده است. یکی از مهمترین اصول پایه در کسب و کارهای اینترنتی پیدا کردن بازدید کننده و دیده شدن است. نویسنده تلاش کرده است تا به سادگی مفهوم پیچیده سئو را برای مخاطب توضیح دهد و این دنیای پرپیچ و خم را رمزگشایی کند. آن هم فقط در 7 مرحله. شما با خواندن این کتاب می توانید با بهینه‌سازی سایت و سئو آشنا شوید و در دنیای پر ازدحام دیجیتال دیده شوید. امری که برای بقا و ماندن کسب و کارتان حیاتی و ضروری است. بدون آشنایی با سئو، وبسایت شما در انبوه نام‌ها و بنرها ناپدید خواهد شد. کتاب را چاپ و نشر بازرگانی با ترجمه سپهر رحیمیان منتشر کرده است. کتاب دوم، کتاب سئو و بهینه‌سازی سایت‌ها هستش. تکنیک‌های بهبود رنکینگ سایت. نویسندش حمیدرضا قنبری هستش و انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران این کتاب رو چاپ کرده. شما با مطالعه این کتاب با کلمات کلیدی در افزایش سئو و ترافیک بازدید کنندگان آشنا خواهید شد. می‌آموزید که بازاریابی برای یک سایت روش‌های مختلفی دارد. اولین روش همان تبلیغات سنتی است. یعنی در خارج از وبسایت خود تبلیغات انجام دهید. این روش امروز و در دنیای دیجیتال کارایی چندانی ندارد. روش دوم تبلیغات در خود وبسایت است. درست است که از روش سنتی بهتر است، اما معایب بسیاری هم دارد. اما سومین روش در واقع متفاوت ترین است. به جای ارائه و نمایش سایت به بیننده، به پرسش و نیاز او جواب داده می شود. حالا چطور می شود در این شلوغی وبسایت های مختلف خودتان را در صدر جستجو قرار دهید؟ چطور مخاطب می تواند جواب نیاز خود را در سایت شما بیابد؟ اینجاست که سئو وارد میدان می شود. خب، کتاب بعدی کتاب سئو و بهینه‌سازی سایت هستش که این کتاب رو سید مجید پورسادات کوهدهی
کتاب رو منتشر کردن و نوشتن و انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران این کتاب رو چاپ کرده. شما در این کتاب با موارد تاثیرگذار در سئو سایت آشنا خواهید شد. اینکه چه مواردی اهمیت ویژه دارند و باید به آنها پرداخته شود. همچنین می‌آموزید چطور سایت خود را بهبود بخشید و سئو بهتری انجام دهید. به عنوان مثال، یکی از مهمترین موارد در سئو یک سایت یافتن کلمات کلیدی مناسب است. شما با این کار می توانید سایت خود را به بالای جدول برسانید. کلیدواژه مناسب پله است برای موفقیت سایت. کتاب به مخاطب می آموزد که چطور می تواند این کلیدواژه را از محتوای مورد نظر بیابد. همچنین می توانید با ابزارهای مفید سئو نیز آشنا شوید. این کتاب یکی از جامع‌ترین کتاب‌ها در زمینه‌های سئو و بهینه‌سازی سایت است. تمام نکاتی که در اختیار مخاطب قرار گرفتن برگرفته از آموزش‌های آکادمیک و تجربیات عملی و چندین ساله نویسندگان است. کتاب بعدی که به شما معرفی می‌کنم کتاب آموزش سئو به زبان ساده هستش که نویسنده جینین براون هست و مترجم مؤسسه ترجمیک و انتشارات نوژین هم این کتاب رو نشر داده. کتاب آموزش سئو به زبان ساده توسط جینین براون نوشته شده و مؤسسه ترجمیک کار ترجمه آن را بر عهده داشته. این کتاب برای افراد مبتدی که علاقه‌مند به یادگیری سئو هستند بسیار مفید است و به ساده‌ترین روش مخاطب را با مفهوم سئو یا همان بهینه‌سازی موتور جستجو آشنا می‌کند. مخاطب می‌تواند با مفاهیم کلیدی و مهم سئو آشنا شود و درک بهتری از این محیط داشته باشد. شما با خواندن این کتاب متوجه خواهید شد چه چیزهایی در مورد سئو اهمیت ویژه دارند و باید به آنها پرداخته شود. محیط سئو شامل چه چیزهایی است و برای دیده شدن که بهتر باشد باید چه کرد. به جز کلیدواژه که اهمیت فراوان دارد، دیگر چه مواردی به بالا آمدن سایت کمک می‌کند؟ با خواندن این کتاب دیدی کامل و جامع نسبت به مفهوم سئو پیدا خواهید کرد. نام کتاب بعدی دکترای سئو آموزش 0 تا 100 بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجو هستش. نویسنده سعید حکیمی و انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران این کتاب رو چاپ کردند. فروغ شریعت مداری و سعید حکیمی در این کتاب به مخاطب می‌آموزند که تجارت الکترونیک به چه معناست و پس از درک آن سراغ سئو و تشریح این مفهوم می‌روند. موضوع تجارت الکترونیک در دنیای امروز بسیار پرکاربرد است و یادگیری آن برای افرادی که وارد حوزه دیجیتال می‌شوند امری ضروری است. در بحث تجارت الکترونیک عنوانی با نام دیجیتال مارکتینگ این روزها بسیار مهم است و سئو در واقع قلب تپنده دیجیتال مارکتینگ است. این نام‌ها و مفاهیم مانند یک زنجیره به هم متصلند و در کنار هم قرار دارند. یک سایت اگر اصول سئو و بهینه‌سازی را به درستی انجام دهد می‌تواند در این راه به موفقیت‌های قابل توجهی برسد و در بازار رقابتی و سریع دیجیتال دیده شود. هدفی که تمامی وبسایت‌ها به دنبال آن هستند. کتاب دکترای سئو بسته ارزشمند از تمامی نکاتی است که برای داشتن سایتی بروز و در اوج به آن نیاز دارید. کتاب بعدی کتاب هندبوک سئو هستش. نویسنده نسیم شکوری محمودآبادی و انتشارات نشر عطران این کتاب رو چاپ کرده. آموزش گام به گام سئو و از ابتدا و به صورت مرحله به مرحله با مخاطب همراه می شود و مفاهیم را می آموزد. در ابتدای کتاب پاسخ این سوال را دریافت می کنید:
که SEO چیست و چه تأثیری بر رشد یک کسب و کار آنلاین دارد. پس از آن با موتورهای جستجو آشنا خواهید شد و در میابید چرا موتور جستجوی گوگل بهترین است. هندبوک SEO برای افرادی که در ابتدای این مسیر پرپیچ و خم قرار دارند بسیار مفید و جذاب است. نام کتاب بعدی افزایش SEO و سرعت سایت مثل موشک هستش. نویسنده روزیتا شهرشناس و انتشارات سنجاق این کتاب رو چاپ کرده. همانطور که از اسم کتاب پیداست قرار است پس از خواندن آن بتوانید سرعت سایت خود را ارتقا بخشید و به نتایج جذابی برسید. شما می توانید SEO ساختاری سایتتان را خودتان انجام دهید. با خواندن این کتاب نکات مهم SEO سایت جهت افزایش سرعت را می‌آموزید و با عوامل تاثیرگذار بر سرعت سایت آشنا می‌شوید. شما می توانید ابزارهای آنالیز و تعیین سرعت وبسایت را بشناسید و برای ارتقاء سایت از آنها استفاده کنید. نویسندگان کتاب سعی کردند مطالب را طوری دسته‌بندی و ارائه کنند تا برای افراد کم تجربه و تازه کار نیز مفید باشد و بتوانند از پس SEO سایت خود برآیند. کتاب بعدی چکلیست SEO و بهینه‌سازی سایت هستش. این بار نیز نشر سنجاق کتابی از مهرداد و روزیتا شهرشناس به چاپ رسانده است که برای علاقه‌مندان به این حوزه بسیار خواندنی و جذاب است. نویسندگان ابتدا به آموزش مقدماتی راه‌اندازی وبسایت توسط بسته نصبی قالب آماده یا هسته سیستم مدیریت محتوا می‌پردازند و پس از آن چکلیستی از معیارهای اولیه و پیش نیاز راه‌اندازی و SEO سایت را ارائه می‌دهند. مخاطب پس از قرار گرفتن این موارد سراغ گام بعدی می‌رود و با معیارهای آنالیز مطرح GT ماتریکس آشنا می‌شود. اما اگر خطایی در این مسیر به وجود آمد چه؟ نگران نباشید. نویسندگان برای این موارد هم فکر کردند و چه برطرف کردن خطاهای احتمالی را که توسط GT ماتریکس رخ می‌دهد معرفی کرده‌اند. کتاب بعدی نگاهی به دنیای پر رمز و راز SEO هستش. نویسنده علیرضا نورعلیزاده پیر هست و انتشارات متخصصان این کتاب رو چاپ کرده. اما نویسندگان این کتاب تلاش کردند ابتدا مخاطب را با مفاهیم اولیه SEO آشنا کنند و سپس قدم به قدم به دنیای پیچیده و جذاب آن وارد شوند. شما در این کتاب با تاریخچه SEO آشنا خواهید شد و پاسخ پرسش چرا باید SEO را یاد بگیریم دریافت خواهید کرد. کتاب بعدی کتاب هندبوک پیشرفته هستش که خانم عاطفه یحیوی چله‌بری این کتاب رو چاپ کردن و انتشارات نشر عطران هم این کتاب رو نشر داده. این کتاب متدها و روش‌های پیشرفته بهینه‌سازی در موتورهای جستجو را معرفی می‌کند. پس از آشنایی مقدماتی با مفهوم SEO وقت آن است که با مفاهیم پیشرفته این حوزه آشنا شوید. شما با خواندن این کتاب از نصب و راه‌اندازی سرچ کنسول برای یک سایت تا رفع خطاهایی که ممکن است با آن مواجه شوید را می‌آموزید. در ابتدای کتاب با سرچ کنسول گوگل آشنا خواهید شد که یکی از ابزارهای مهم و کاربردی برای تحلیل و بررسی بخش‌های مختلف یک سایت است. مخاطب با خواندن این کتاب می‌تواند با ابزارهای معرفی شده آشنایی کامل پیدا کند و در جهت ارتقاء سایت خود قدمی بردارد. کتاب بعدی راهنمای جامع SEO پیشرفته هستش. نویسنده آرمان اللهوردی هست و مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران این کتاب رو چاپ کرده. این کتاب به مخاطب کمک میکنه که درک بهتری از SEO فنی به دست بیاره و در این کتاب از سایت ها و ابزارهای مفیدی برای تحلیل و بررسی استفاده شده.
در این کتاب ابتدا مفهوم سئو فنی آشنا خواهید شد و سپس سئو فنی یک ضرورت در بحث بهینه‌سازی هستش، نه یک انتخاب. کتاب بعدی آموزش جامع و حرفه‌ای سئو هستش. نویسنده میلاد شیروانی و انتشارات نبض دانش این کتاب رو چاپ کرده. اما این کتاب کمی حرفه‌ای‌تر هستش و مفاهیم پیشرفته‌تری رو توضیح میده. در کتاب آموزش جامع و حرفه‌ای سئو که توسط میلاد شیروانی نوشته، مفاهیم به دو بخش اصلی تقسیم میشه. بخش اول شامل مروری کلی در مورد موضوع سئو مدرن و سئو کلاهسفید است که با استفاده از آنها میتوانید سایت خود را قوی‌تر کنید. شما در کتاب می‌آموزید چطور با دو روش برون صفحه و درون صفحه سایت خود را بهینه‌سازی کنید. همچنین در این کتاب اطلاعاتی راجع به وبسایت‌های موفقی که با استراتژی کلاهسفید و روش‌های طبیعی و نرمال پیشرفته‌اند کسب می‌کنید. در قسمت دوم کتاب بخش آموزشی بسیار ویژه‌ای قرار دارد برای افرادی که با مشکل در روند کار مواجه می‌شوند. این بخش می‌تواند برای این گروه بسیار کارساز باشد. کتاب بعدی هندبوک عملیاتی سئو هستش، اصول و تکنیک‌های تولید محتوا که خانم سلماز امامی این کتاب رو نوشتن و انتشارات نشر اسران این کتاب رو چاپ کرده. این کتاب هم تکنیک‌های مؤثر در موضوع تولید محتوا رو آموزش میده و وبسایت‌های مختلفی رو برای تولید محتوا معرفی میکنه. کتاب بعدی جادوی سئو با یاسئو هستش. نویسنده فائزه خانرنی‌زاده هست و انتشارات دیباگران تهران این کتاب رو چاپ کرده. افزونه یاس یکی از محبوب‌ترین افزونه‌های وردپرس است که برای بهینه‌سازی سایت‌ها از آن استفاده می‌شود. این افزونه در دو نسخه رایگان و پریمیوم عرضه می‌شود که مسلماً امکانات این دو نسخه با هم متفاوتند. کتاب فوق به بررسی امکانات هر دو نسخه می‌پردازد. در ابتدا مخاطب با مفهوم سئو، ساختارهای موتورهای جستجو، الگوریتم‌ها، کلمات کلیدی و سایر مفاهیم مهم آشنا می‌شود. در ادامه نحوه صحیح استفاده از یاس را می‌آموزد. نگارش کتاب را مهدی کوهستانی و فائزه خانلرزاده انجام دادند. کتاب بعدی راهنمای سئو سایت املاک هستش که خانم مریم صادقی پناه این کتاب رو نوشتن و انتشارات مانیان هم این کتاب رو چاپ کرده. اینجا سایتی رو که در حوزه املاک و مشاوره فعالیت میکنه و با توجه به تغییرات گسترده بیزینس باید به سمت استفاده از ابزارهای نوین پیش بره معرفی میکنه. حوزه املاک و مستقلات به ویژه در شهرهای بزرگ بسیار رقابتی شدند و در این میان برد با افرادی است که خود را بروز میکنند و در دنیای دیجیتال مارکتینگ از باقی عقب نمیمانند. کسب و کاری که بتواند در نتایج گوگل بهتر و بیشتر دیده شود موفق‌تر خواهد بود. کتاب دیگه‌ای که برای شما معرفی میکنم کتاب سئو 2021 هستش که این کتاب رو آدام کلارک نوشته و خانم زهره علی اسماعیلی این کتاب رو ترجمه کردن و انتشارات نقد فرهنگ هم این کتاب رو نشر داده. اما آدام کلارک نویسنده پرفروش کتاب سئو، بهینه‌سازی موتور جستجو و بازاریابی اینترنتی بیش از 10 سال به هزاران رتبه برتر موتور جستجو دست یافته است. گوگل آنالیتیکس و گوگل ادورز گواهی شده آدام کلارک از مشاغل کوچک خانوادگی گرفته تا شرکت‌های چند ملیتی از جمله هتل‌های زنجیره بین‌المللی، مارک‌های معتبر مد و غیره با سئو مشاوره کرده است. آدام نویسنده بهترین فروشنده 2020 سئو شماره 1 در بین کلیه کتاب‌های سئو، عاشق نوشتن با سبک مکالمه و آسان خواندن است. آدام وقتی نمی‌نویسد از موتور سواری، نوشیدن قهوه و خواندن کتاب خوب
لذت میبرد. بهتون پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو بگیرید و برای خودتون تا انتها بخونیدش. کتاب دیگه‌ای که به شما معرفی میکنم کلاف محتوا هستش که پاسخ به 12 سوال پرتکرار در حوزه بازاریابی محتوا و سئو. در این کتاب سعی کردیم از جوابهای کلی پرهیز کنیم و پاسخی شفافتر را به متخصصان تولید محتوا و سئو ارائه کنیم. مطالعه این کتاب شما را از سردرگمی نجات خواهد داد. کتاب سئو برای همیشه هستش که کتاب بعدی که تمام تکنیک‌ها و اطلاعاتی که هرگز کهنه نمی‌شوند برای افرادی که به تازگی با مفهوم سئو آشنا شدند بسیار کتاب میانبر، سریع و قابل اعتماد برای تسلط خوب بر مفاهیم سئو هستش. اما کتاب بعدی که برای شما معرفی میکنم الگوریتم‌های گوگل بازدید رایگان از باغ وحش گوگل هستش که موفقیت در سئو نیازمند کسب دانش و تجربه بسیاره. بهترین نقطه برای شروع یادگیری شناخت عملکرد گوگل هنگام بررسی و رتبه‌بندی سایت هاست و برای این کار شناخت الگوریتم‌های گوگل اولین قدم خواهد بود. کتاب بعدی کتاب سئو کلاسیا چیزهایی است که بهتر است ندانید. در یک تعریف ساده میتوان گفت سئو کلاسیا مجموعه‌ای از تکنیک‌ها برای کسب جایگاه سریع در نتایج جستجوست که با استانداردها و الگوریتم‌های پیشنهادی گوگل در تضاد است. کتاب بعدی سفر به آینده سئو ماجراجویی در اعماق گوگل هستش. در دنیای سئو آینده دور نیست. از نحوه نمایش نتایج گرفته تا رفتار کاربران هنگام جستجو در گوگل به سرعت در حال تحقیر است. آنچه در این کتاب می‌خوانیم صحبت در مورد آینده است که حتی همین امروز هم شاهد تأثیرات آن بر نتایج جستجو هستیم. کتاب بعدی کتاب آموزش بازاریابی محتوا محور هستش. برای موفقیت در سئو نیازمند تولید محتوای با کیفیت هستیم. ولی آیا فقط استانداردهای گوگل مورد نظر ماست؟ اگر فقط به گوگل توجه کنیم حتی با کسب جایگاه مناسب موفقیتی کسب نمی‌کنیم. بازاریابی محتوا یعنی تولید محتوای با کیفیت برای کاربر که گوگل نیز قادر به درک آن باشد. کتاب بعدی کتاب زمستان سرد ایندکس هستش، حل مسئله بودجه خزش. در کتاب زمستان سرد ایندکس بودجه خزش یا کرال کردن را به صورت بسیار جزئی، ریزبینانه، جامع و راه حل محور پوشش داده ایم تا بتوانید عوامل نابودی کرال باجت سایت خود را شناسایی و رفع کنید. کتاب بعدی کتاب آموزش بکلینک سازی با تکنیک‌های کلاه سفید هستش که تأثیر لینک بر سئو انکارناپذیر است. ولی این تأثیر همانقدر که میتواند مثبت باشد ممکن است منفی نیز باشد. در نتیجه برای لینک سازی نیازمند شناخت مسیرهای درست و استراتژی‌های کارآمد هستیم. در این کتاب شما با مهمترین تکنیک‌های لینک سازی کلاه سفید آشنا می‌شوید. و هزاران کتاب دیگه که برای مفاهیم سئو و اینکه سئو رو کامل بتونید فرا بگیرید و سایت خودتون رو طراحی کنید و به موتورهای جستجوی گوگل نشون داده بشه سایت شما بسیار زیاده. امیدوارم که از هر کدوم از این کتاب‌ها که خوشتون اومده برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. اگر بخوام که وایس رو از این طولانی تر کنم بسیار خسته کننده میشه، چون که کتاب‌های زیادی رو معرفی کردم و امیدوارم که یکی از این کتاب‌ها به دردتون بخوره. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.